انجام دادیم داخل نمای لوکینگ داون از منوی کرو یه سینگل لاین ساده از F4 ترسیم کردیم به اندازه 55 میل اینتر دستمون رو شیفت و بعد کلیک کردیم. کرومون انتخاب موو شد یا جابجا میشد از نقطه مید به نقطه F4. یه دونه آرک یا کمان انتخاب میکردم از نقطه F4 ترسیم میکنم به سمت بالا دستم روی شیفت و به این یه سطح دامله رو کلیک میکنم. این کمانم انتخاب میشه میرور میشه نسبت به محور ایگرگ ها، یعنی همون سمت داشته باشم. اگه دوست داشتم میتونم یه مقداری اسکیل باندی بکنم، از یه جهت اسکیل باندی بکنم که فرم بهتری بگیره. جفتشون رو انتخاب میکنم، جوین میکنم، حتما تبدیل بشه به یه دونه کرو بسته. دوباره مجددا انتخاب، آفست بشه به سمت داخل که یک خط دیگه مثل همون خط به موازات 1 میلیمتر به سمت داخل داشته باشم. جفتشون انتخاب، داخل پرسپکتیو میام، از منو سالید دستور اکسترود کرو استریت میزنم. سالید روی 9، بود ساید روی 9 به اندازه در 50 0.5 اینتر. زوم میکنیم، در واقع میایم وارد منو سرفیس ها، دستور بلند سرفیس، این زل اینتر، دقیقا زل روبرو اینتر. تیک پریویو فعاله، قفل رو میزنم تا آخر اسکرول رو میارم و بعد اوکی میزنم. مجددا همین قسمت رو انجام میدم. اوکی میزنم، کل کار رو درگ میکنم جوین بشه، تبدیل بشه به یه حجم. حالا الان یه حجمیه که از 3 جهت بسته است، از یه جهت بازه. پس حجمم اگر انتخاب بکنم از منو سالید میتونم کپلنر بزنم که بیاد پایین کارم رو ببنده. وارد نمای لوکینگ داون میشم، دوباره کارم انتخاب، داخل منو ترانسفورم اری پولار نسبت به F4 4 تا ازش اینتر 360 اینتر یه اینتر نهایی. کل این گلم رو درگ میکنم میبرمش این قسمت بالا، دستم رو شیفت یه مقداری به صورت تیریدی این کوچیک بشه، میام مووش میکنم، میگم از نقطه اند به نقطه اند خطم، مجددا داپلیکت بشه از نقطه اند به نقطه اند این قسمت. 3 تا آیتم کامند بار رو روی یس میذارم که فقط دستم رو به سمت راست ببرم و بعد شروع بکنم فقط به کلیک کردن. مجددا گل برگام رو انتخاب میکنم، به جز خط اصلی این اسکیل بشه به صورت تیریدی، بزرگتر بشه، وسط کار میاد و الان یه مقداری باید کوچیکتر بشه. حالا کارم رو انتخاب میکنم، وارد نمای پرسپکتیو میشم، یه دونه رینگ ریل داخل صفحه سی پلینم به اندازه کرو اولیه که کشیده بودیم، چند بود؟ 55. اپلای میزنیم. حالا از کشو دوم منو سالید دستور فلو الان کرو، کل آبجکت های رنگ سبز انتخاب بشه. قبل از اینتر زدن دستم رو کنترل به جز خطم، اینتر، بیس کرو، حالا تارگت کرو. روی کلیت کار من میشینه. قسمتی که باز شده روی زمینه رو داخل نمای تروفینگر دیلیتش میکنم، دیگه احتیاجی بهش ندارم. از پرسپکتیو که بیایم یه انگشتر خیلی ساده و معمولی الان ترسیم کردیم. حالا اگر بخوایم میتونیم این دور رو باز بیایم بهش یک در واقع پترن سنگ مانند بهش بدیم. مثلا چجوری؟ اگر بیام رینگم رو انتخاب بکنم، قبلش 3 تا گزینه ماتریکس و راینو استوری رو خاموش کنم چون طرح مادره. اگه من اینو میآوردم جابجا میکردم بقیه‌شون هم جابجا میشدن. داخل نمای ساید ویو این میاد انتهای کار من. انتخابش میکنم، اسکرول موس رو میزنم یا دکمه F6 در واقع روی کیبوردم، فرقی نمیکنه. دکمه F6 رو میزنیم، چند ثانیه صبر میکنیم، پنجره F6 باز میشه. گزینه اد پروفایل رو میزنیم. از بین تمامی پروفایل ها چون قراره سنگ بچینم، این پروفایلی که مستطیلی شکله حالت بهتری میتونه برای من اجرا بکنه کارو. سلکت میزنم، شروع میکنم به کوچیک‌تر کردنش، یعنی 2 تا آیتم طول و عرض کار من کمتر بشه، نزدیک 2.5 در 1 باشه، اوکی 1.5 باشه. گینتر میزنم. اگر هم دوست داشتید میتونید بازم به صورت تیریدی اینو یه مقدار دیگه بیاید کوچیک بکنید، بذارید انتهای کارتون. حالا از منو سرفیس ها سویپ وان، ریلم انتخاب، پروفایلم انتخاب، اینتر و اوکی میزنم.
کل کارم رو میگیرم داخل نمای ترو فینگر به صورت تیریدی یه مقدار کوچیک میکنم که با سطح داخلی انگشترم تقریبا در یک راستا باشه. دوباره این انتخاب میشه داخل نمای لوکینگ داون میرور میشه نسبت به محور ایکس ها که همون سمت هم ازش داشته باشم. اینم میتونه یه انگشتر دیگه باشه. دوست داشته باشم میتونم روی قسمت ها هم سنگ بذاریم یا حتی خزینه میناکاری بکنیم.